ببینید اگر تو کسب و کار تو اینستاگرام داری ولی نمیتونی مثلا محصولات رو تو اینستاگرام به فروش برسونی، به احتمال نمیتونی اون مشتری رو به خریدار تبدیل کنی. ببین ما تو اینستاگرام معمولا دو نوع مشتری داریم. یه نوع مشتری هستش که مثلا نیازشه یه محصولی بخره، یا مثلا فرض کن دنبال کفش میگرده، پیگیر هستش میخواد بخره. اما ما یه نوع مشتری دیگه داریم میتونی براش ایجاد نیاز کنی، یعنی قصد خرید نداره اما شما با ایجاد نیاز میتونی اون مخاطب رو به مشتری تبدیل کنی. نوع اول که من بهتون میگم پیگیر هستش، مثلا فرض کن دنبال یه روسری میگرده، میخواد یه روسری بخره، یا مثلا دنبال لوازم خانگی میگرده. اون شما باید بتونی یه نوع مزیت رقابتی داشته باشی که بتونی نسبت به فروشنده‌های دیگه اون مشتری رو جذب خودت کنی، چون بالاخره علاوه بر شما فروشنده دیگه هم وجود داره. شما باید این نوع مزیت رقابتی داشته باشین که بتونی مشتری جذب خودت کنی. اما تو بحث